اسمش در لیست و فهرست دوستداران علی ابن ابی طالب ثبت شده و این کافیه براش. آقای مطهری میگه مثل که مشکل اسم نویسی بوده، لیستیه که باید بریم اسممون اونجا بنویسیم دیگه به تموم بعدش. آقای مطهری میگه مردم شیعه جزء قالتاق‌ترین مردم‌های دنیا هستند. این تعابیر آقای مطهریه. مردم شیعه جزء قالتاق‌ترین آدمای که ما دیدیم تا به حال. یعنی دروغ میگن، ربا میخورن، گرون میفروشن، کلاه همو برمیدارن، اهل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا، با مسمس و افسردگی و کسالت نفس و اینا، در این حال مدعی ترین مردم. حالا جمله غیر از مطهری کسی جرئت نداره، من که واقعا هنوزم جرئت نمیکنم. میگه این که یکی از قالتاق‌ترین مردم، مدعی ترین مردمن که فکر میکنن اینا در کنار انبیا از همین الان تو بهشتن و هی بقیه رو میخوان چیز کنن، راجع به بقیه هی اظهار نظر میکنن. میگه این یکی از بیماری های مردم شیعه است و منشأش منبرهای ماست. ما یک دین و تشیع دیگری رو به مردم آموزش دادیم، اینا فکر کردن تشیع این عبارت میگه این یک وسوسه شیطانی است. ما اینها رو از خدا دور کردیم، از فرمان خدا. بهشون یاد دادیم شما لازم نیست به اوامر الهی خیلی عمل کنی، اسمت که شیعه است کافی است. کاری کردیم جوری دین رو معرفی کردیم که مردم به این دل خوش کردن که ناممون بین نام دوستان علی ابن ابی طالب و اهل بیت است. بالاخره از رعایای ایشان هستیم. وصیت میکنیم از پولهایی که به ناحق به چنگ آوردیم، از پولهایی که در زندگی باید در راه خیر صرف میکردیم و نکردیم، یک مبلغی هم به متولیان حرم و مشاهد مشرفه و حرم امام رضا و اینا بدن، ما رو نزدیک قبر اولیا دفن کنن که این فرشتگان جرأت نکنن برای عذاب ما بیاین. بعد میگه که شما خودتون غافلید یا فکر میکنید خدا رو میتونید اغفال کنید. روزی چشم باز خواهید کرد که طبق وعده الهی غرق در عذاب خدا خواهید بود، ولو اسمتون شیعه علی ابن ابی طالبه، ولو